هایدرسن چکیده ای از خبرها. خب چکیده خبرها رو بگو. بگم؟ بفرمایید. خانوما دست، آقایون رقص. خانوما دست، آقایون رقص. امروز قرار ویدیویی که بگیم راجع به چیه؟ امروز سه‌شنبه است و آخر این هفته بلک فرایدی. خب و قرار اکثر برندها و فروشگاه‌ها و سایت‌هایی که محصولاتو میفروشن تخفیف بدن. ما اومدیم چیکار کردیم؟ ما اومدیم یک گردونه درست کردیم که از 6 تا نخور یه دقیقه، نخور، نمیگیرم ظرف ازت، به قرآنی مال توه. کنیم به هر کی افتاد باید اون شخص دنبال اون چیز بگرده در برای طرف مقابل که ببینه واقعا بخره و تخفیف خورده باشه. نیاز خانم آیتما رو برای ما نمیخواد؟ بله. نیاز خانم خاله نیاز. مورد اول فقط یه چیز آبی رنگ. 2 بلندترین محصولی که میتونی پیدا کنی. 3 زیر 100,000 تومان. 4 چیز به درد نخور ولی گرون. پره ها. محصولی که از دیدنش خندت بگیره. بهترین تخفیف ما محصولیم دیگه. بریم که شروع بزنیم. رابرت شبیه داشاقه. ورد داری میخونی بزن دیگه، من میزنم. نزن. شانست قاطی میشه. مگه دعا گرفتی؟ داره میچرخه. صداشو بشنو. بچه صداشو بشنو. زیر 100,000 تومان. 30 ثانیه وقت داری زیر 100,000 تومان دنبالش. یه چیزی رو پیدا کنم که تو میخری. آره الان یه پیدا کنم زیر 100,000 تومان تخفیف هم خورده باشه. شورت مثلا، جوراب شلواری. جوراب آخه یه چیزی تخفیف نمیخوره بیاد. بابا جوراب. آقا پیدا کردم. یه کالا پیدا کردم. کالا 120 تومن بوده. تو بلک فرایدی 38% تخفیف خورده شده 74,400. فیلتر کابین فیلتر دم مدل نانو مناسب برای کویک. چون کارم مربوط به اینه اینو پیدا کردی دیگه. نه ببین نانوه، چون میدونستم نانوه میخری. من کویک دارم. تو فکر کن اینجا نوشته پراید. بخری ها. میخرم. باش. 74,000 تومان جیب ما. بریم سوال چرخش بعدی. چی؟ محصولی که از دیدنش خندت بگیره. محصولی که با گوشی تو پیدا کنم؟ فرق نمیکنه. آره دیگه با گوشی من با پیدا. خدای خندت میگیره. شورتو ببین داری کارو که آبیش پسرونه است، صورتیش دخترونه است، زردش همه میتونن. این انده تو میشه واقعا؟ عزیزم نوشتم شورت بچگانه. من با 22 سال سن کجام بچه است؟ من فقط کلوین پام میکنم. جان؟ کلوین کلین. آره میگیرم عرفان بپوشه. شورت برزیلی هم داره. بچه‌ها میریم سوال بعدی. فقط یه چیز آبی. 1 2 زمان گذاشت. بله الان بخوام. یه چیز آبی رنگ چی قشنگش میکنه؟ لباس تیم استقلال. 7 تا بچه خوردیم. میشه بپرسم دنبال چی داری میگردی؟ 2 ساعته تموم شد تایم تا 8 ثانیه. واقعا جدی میبازی؟ بولم نکن. واقعا میبازی. 2 1 حاضر شدنش هم همینا. تقریبا مثلا میگه 10 دقیقه دیگه پایینم ضبط داره 4 کن. 40 دقیقه دیگه میاد پایین. بیا
سایت بامرد 598 بوده شده 418. خداییش تو اینو نمیخری؟ نه من میبرم اینو برات میدم آستیناشو کوتاه کنن. اینو نمیپوشی تو؟ میریم سراغ آیتم ببین یه جوری یه چیزی پیدا میکنم تا چرا این به من افتاد؟ بلندترین محصولی که میتونی انتخاب کنی، میتونی پیدا کنی. حالا پیدا میکنی، انتخاب پیدا کن. بلندترینش رو پیدا کن. بلند از نظر هر کسی فرق میکنه. پیدا کرد امتیازشو میگی. بچه من اینو نمیخواستم ولی خب قطع میکنی اونو. زدی دوباره. چقدر نمیشه؟ رضایت از کالا 100%. عمل کرد عالی. حدس بزن چیه؟ دسته یدکی طی چرخشی مهسان. تازه چیزای دیگر ندیدی. الان بلندترین چیزی بود که میتونستی پیدا کنی؟ بلندترین چیزیه که وجود داره. دسته تی میخوام چیکار؟ مگه تو باید بخری؟ دسته تی به کارت نمیاد؟ نه الان این خونه دسته خودت بری دسته تی به کارت نمیاد؟ نه آخه دسته تی تو خونه خودت به کارت. آخه تو چیزایی داری میگی که مال 10 سال دیگه میشه. چیزایی که به درد الانم میخوره رو پیدا کن. دسته تی بخواه اتاقتو تمیز کن. اتاق تمیزه؟ نه تمیز بیشتر تمیز کن. مامانت نباید اتاقتو تمیز کنه. ببین مامانم اینجاست خیلی بلبل درازی دیگه بالاخره. میریم سراغ آیتم بعدی. بچه‌ها آقا عرفان 2 تا چیز من زدم. چرا من هر وقت میخوام حرف بزنم نمیذاری صحبت کنم ها؟ چرا؟ های چیز به درد نخور ولی گرونی که تو میخری؟ به درد نخوره ولی گرونه. ولی تو میخری؟ حتما میخرم. کلا من چیزای به درد نخور زیاد به درد نخور ولی 1 دقیقه. کنسول بازی سونی مدل پلی استیشن 4 اسلیم ریجن اروپا. ریجن میزنم تو 47,500 بوده، تو بلک فرایده شده 44,500. بچه 6% تخفیف خورد، یعنی واقعا دستشون درد نکنه. آره میخرم. پلی استیشن تیری یا تو بود نمیخریدم ولی چون 4 آوردی میخرم. بچه من پلی استیشن 4 اسلیم داشتم ولی پولی داشتم فروختم. دشواره؟ بهترین تخفیف واقعا همین چیزی بود که نمیخواستم بهم بیافتاد. افهم کنن یه مورده برای چی داری میچرمونی؟ بالاخره با ببینیم. بهترین تخفیف واقعی 100% میدونم. من میخرم ها. پولش هم دارم که بخرم. چطور؟ 100 میدونم چی میخری. یا ببین یا اینه یا یه چیز دیگه است. بهترین تخفیف واقعی اینا هیچ کدوم تخفیف واقعی ندارن آخه. تخفیف بلدی 3% جذبت میکنه. 3% تخفیف بالاش میزنه بلک فرایدی باشه. فروش ویژه میزنه دیگه. نه بلک فرایدی. هیچ بالاش میزنه بلک فرایدی. نمیزنه. تخفیف واقعی دیگه. چطور پس نشونم نده که نمیخرم. لوازم تحصیل. اونجا رفتی. که بخرم ها. A few moments later. من پیدا کردم. 2 عدد در انبار باقی مانده است. خداش چرا باید اینو بخرم؟ چرا نباید بخری؟ یه دلیل برای نخرید بیار. به چه دردم میخوره این؟ اصلا به دردم نمیخوره. این همه مدل اصلا اینو میگفتی به قرآن میخریدم. خب اون بلک فرایدیه. خب دی بیا الان. به این خوشگلی شده 265 تومن. گفته به من سیف کنم بخرم واقعا. آقا چیا میخوای بخری؟ پول مفت میخوای بدی؟ 2 میلیونه. چی 2 میلیونه؟ میخرم. نگاه چه خوشگله. 2 میلیون 600 مامانت اونجا 2 میلیون 650,000 تومان پول جامدادی چوبی توش مداد رنگی داره. مداد رنگی نداره، مداد رنگی توش گذاشتن. نه محتویات بسته مداد پاکن تراش جامدادی. همینو میخره. خداییش کدوممون بهترن؟ من شورتو دیدی خداییش.
ببین این آخریه خدای قبول کن. خب این آخریه زده بود تخفیف واقعی، تو 3% تخفیف خوشحالت میکنه مثلا بخرم؟ نه نمیخرم. من بهتر گشتم. منم بهتر گشتم. من بیشتر دورت میگردم. عشق. مرسی از این که این ویدیو رو با ما بودین، واقعا مرسی. آی 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 اون میشکن مامانت نبود. کل هر اتفاقی بیفته بالاخره مامانت هستی با. نباید آدم انتقام جویی باشی بابا، اونو خراب میشه. مامانت اونجا نشسته، مامانت اونجا میگم نشست. مرسی از اینکه ویدیو رو با ما بودین. چنل رو ساب، جون مادرتون چنل رو ساب کنید، ویدیو نام کنید. چرا ساب نمی کنید؟ این همه تلاش، کوشش، زحمت. ویدیو قبلی رفتیم سوار سورتمه شدیم، ترسیده تو خودش. شورت گذاشتیم تو یوتیوب، یه بنده خدایی اومده بود کامنت گذاشته بود شبیه آدم فضاییایی. منو کامنت رو پاک کردم فهم ببینه 100% داره. منو میگفته؟ کدومتون بودین؟ مثلا شاید بچه‌ها پیام بده جوابتو بده. همه حالا بهش پیام بده 0900. مرسی از اینکه این ویدیو رو با ما بودید. مراقب خودتون باشید. یا شبتون بخیر. صدا سیما خداحافظی نمی‌کنه.